شاهد که با تو بشکستم اگر شراب بیاد پیر مای فروش مرا اگر شراب بیاد پیر مای فروش مرا در این بهار نبینی دگر به هوش مرا در این بهار نبینی دگر به هوش مرا سهر برندو خراباتیان بدوش مرا سهر برندو خراباتیان بدوش مرا سهر برندو خراباتیان بدوش. زمانی که استاد رحیم بخش با پروفسور پوپنک آدرس درست داد اما او راه غلط رفت. طنزی بر گفتار ابلهانه پروفسور پوپنک بر یکی از آهنگهای استاد رحیم بخش خدا بیامرز. در این شکی نیست که استاد رحیم بخش خدا بیامرز از نابغه های موسیقی در افغانستان و یکی از استادان مسلم و نامدار این ساحه است. استادانی مانند استاد رحیم بخش و استاد سراهنگ و استاد هماهنگ و دیگران که تعدادشان در کشور اندک بود اما از نخبه ها بودند، نه تنها در موسیقی قدرت و توانایی فوق‌العاده داشتند بلکه در انتخاب اشعار زیبا و پرمعنا نیز بسیار ماهر بودند. چنانچه اگر شما خواندن‌های از این استادا را بشنوین و درکی و فهمی از ادبیات داشته باشین، ملاحظه میکنین که خیلی استادانه و با دقت تمام اشعار و شافردهای زیبایی را برگزیده و میخوانند که لذت و دلنشینی خواندن‌هایشان نه دو چندان بلکه صد چندان میسازه. این خواندن استاد رحیم بخش هم از امو جمله است که استاد یک شعر بسیار زیبا را که از استاد غلام احمد نوید خدا بیامرز است انتخاب کرده و خوانده است. می فروش مرا در این بهار نبینی دگر به هوش مرا، دهان قلزم مواج بستن آسان نیست، توان کیست کند منع از خروش مرا، همین منم که فتم است شب به میکده ها، سحر برند خراباتیان به دوش مرا، تو ای حریف مپندار آنقدر خامم، به 7 دیگ خود افلاک داده جوش مرا، گلم به صحن چمن جلوه‌ای دگر دارم، چی میبرید به دکان گل فروش مرا، چه خوش ترانه‌ای سر کردم در این گلشن، خدا کند که نسازد فلک خموش مرا، دلم به سینه ز فرط نشاط میرقصد که تا صدای خروشی رسد به گوش مرا، در این ریاض من آن نکهت سبکبارم که با نشاط برد برگ گل به دوش مرا، مرا به قاصد و پیغام احتیاجی نیست، دهد نوید ز بام فلک سروش مرا. این شعر در اوج زیبایی و شکوه قرار دارد و آواز جادویی استاد رحیم بخش او را به 7 آسمان دلنشینی و مقبولی رسانده. اما وقت شخص بیسواد و کودن و جاهل مثل پروفسور پوپنک آمده و درباره این خواندن زیبای استاد تبصره‌های بدبو و متعفن خود ارائه میکنه، این خواندن و این شعر از آسمان زیبایی و دلنشینی
به زمین بی ارزشی مندازه و عطر و یا به تلفظ مردم ما عطر دلنواز ای شعر و ای موسیقی را با گند و کثافت و بدبویی گپهای آمیانه و تبصره‌های چتل و لچکانه خود از بین میبره. مثلا میگه من در صنف 8 ای اشعاری را که هنرمندهای ما میخواندن میفهمیدم، اما در صنف 10 80-90% میفهمیدم. یعنی یه آدم بی سواد در صنف 8 تمامی اشعار میفهمید، اما در صنف 10 یعنی 2 سال بعد بی سوادتر و نالایقتر شده بود و 80-90% میفهمید. گوش کنین چی میگه. 9 و 10 مکتب بودم، ما بسیار هنرمندهای بزرگ داشتیم در بسیار سطوح بلند. امی هنرمندها و شاعرای ما بودن که باعث ازی شده بودن تا سطح فهم ادبی و فرهنگی ما بلند باشه. ما در صنف 8 مکتب امی اشعار را که هنرمندای ما میخواند ما میفهمیدم، اما در صنف 10 مکتب حداقل 90 تا 95% از این اشعار ما میفهمیدم. متاسفانه این شعرا و ادبا و هنرمندان نتانسته بودند سطح ادبی و فرهنگی و دانش تو را بالا ببرند، وگرنه باعث مزمر مزمر صنعت هند صنایع ادبی را تصنعات و تجسمات نمی گفتی. تو کجا و سطح ادبی و فرهنگی کجا؟ برو پشت گپا نگرد. همیال هم وقت است که به کورس سوادآموزی شامل شده کم سواد یاد بگیری. تو همی حال هم 1% ای اشعار نمیفهمی. پروفسور پوپنک پیش میره و ادامه میده. نه استاد رحیم بخش، با این صدای که فکر میکردی که مردی در بهشت رفتی، لب کوثر هستی و گوش میکنی. لب کوثر هستی و گوش میکنی. او به ایمان، کوثر تو از کجا شناختی؟ ای همو ایمان فطری است که با وجود غوطه خوردنت از پا تا کلید در لجنزار الحاد و بیدینی، گهگاهی از لاشعورت قد علم میکنه و یگان کلمه اسلامی را به زبانت مندازه. این مثل همو قصه برژنف است که وقتی با رئیس جمهور وقت امریکا معاهده کنترل اسلحه اتمی را امضا کرد، در مصاحبه کردور وسای جمهور دایر کرده بودند، یک خبرنگار از برژنف پرسید که اگر شما هر دو به این معاهده پابند نماندین باز چی میشه؟ برژنف گفت او وقت خدا ما را نمی بخشه. به هر حال پروفسور پوپنک که هر کس از عینک خود میبینه و از گروه خود فکر میکنه، فکر کرد شاعر توانا و شیرین سخن استاد غلام محمد نوید و خواننده نابغه و قدرتمند استاد رحیم بخش هم مثل او هستند و مانند او بی سواد می باشند و جز بادخواری و میگساری کاری ندارند و شراب و پیر میفروش و بیهوش شدن و امثال کلمات که در شعر استاد نوید به کار رفتند امو چیزایی هستند و امو معنایی را میتن که در کله پوپنک زده جناب پروفسور پوپنک وجود داره. امو شرابی که ایرج مرزا دربارش میگه: ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را، گفتا که منم مرگ و گر خواهی زنهار، باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را، یا آن پدری پیر خودت را بکشی زار، یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را، یا خود زمه ناب کشی 1-2-3 ساغر، تا آن که بپوشم ز هلاک تو نظر را. لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت، که از مرگ فتد لرزه و تن زیغم نر را، گفتا پدر و خواهر من هر دو عزیزند، هرگز نکنم ترک ادب این 2 نفر را، لیکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، می نوشم و باوی بکنم چاره شر را. جامی 2-3 نوشید و چو شد خیره ز مستی، هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را. ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند، زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را. و یا عارف بزرگ افغانستان حکیم سنایی غزنوی گفته: چیست حاصل سوی شراب شدن، اول شر و آخر آب شدن. بله، پروفسور پوپنک از این شعر زیبای عرفانی و از این خواندن روانپرور و دلنشین این قسم برداشت های چتل و مردار میکرد و این جای تعجب نیست، چون
از کوزه همان برون تراوت که در اوست. لذا به پیش استاد رحیم بخش خدا بیامرز رفت و از او پرسش هایی کرد که بهتر است جریانش از آقای سادلو خان که یکی از ارادتمندان فریب خورده پروفسور پوپنک است و همراهش در محافل و مجالسش بوده و در خانهش را هم رفت و آمد داشته بشنویم. سادلو خان میگه وقتی پروفسور پوپنک ای آهنگ دلنواز استاد رحیم بخش خدا بیامرز شنید، یک دفعه رگ دایم الخمریش به جوش آمد، به حرکت آمد و در فکر میگساری دوامدار 3 ماهه شد و از استاد رحیم بخش خواست که آدرس میخانه و پیر میفروشی را که استاد نوید خدا بیامرز به شعر مقبولش در او اشاره کرده بته. استاد رحیم بخش گفت آدرسش ایست. روکت گفت استاد جان قربانت شوم، تو چیزایی گفتی من نفهمیدم، خودم چی گفتی کمی روشنی بنداز که من درست بفهمم. من در فکر ای چیزای معنوی پاک نفسی و معنویات و عشق صادق و عشق صادقانه و غیره نیستم. من فقط آدرس همونجا را میخوایم که در اونجا بنوشم و عقل من که اگرچه ندارم هم بیخی از دست بتم. استاد رحیم بخش با همو وقار استادانه یا با تلفظ مردم ما وقار استادانه خود گفت او بچه او لوده، او آدرسی که تو میپالی اینجا نیست. اینجا خرابات به معنی مقام و مرتبه خرابی و نابودی عادات نفسانی و خوی حیوانی و محل کسب اخلاق ملکوتی است، جایی که عارفان و سالکان از قید عادات و حالات نفسانی رهایی یافته و از باده عشق الهی بی خود و سرمست میشن. و پیر میفروش او کسی نیست که در یگان کاباره به تو شراب میته، بلکه پیر میفروش یا پیر میکده انسان کامل و رهبر روحانی است و شراب هم او چیزی نیست که تو همیشه میخوری و عقل از دست میتی و یا سرایی میکنی و پرت و پلا میگویی و لباسهای خودم مثل ویدیوهای چتل و بدبوی میکنی، بلکه شراب همون شرابی است که حافظ درباره‌اش میگه خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمه الست گیرد. اینجا پروفسور پوپنک که خیلی کودن و بیسواد و نادان است گفت استاد محترم، همین شرابخانه و کاباره را که حافظ در شعرش از اون نام برده، هرچه من در امریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و چین و این طرف و طرف پالیدم نیافتم، لطفا آدرس امورم به ما بتن که من بتانم او را پیدا کنم. استاد خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت میکده الست میگی؟ گفت بله. در کجاست؟ استاد گفت او لوده پوچ مغز، او در جایی است که تو به او ایمان نداری و شرابش اینه. این قسم شراب است که یکی از استادان شعر و ادب معرفیش میکنه. شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. و یا استاد دیگری میگه که از آن شراب مرا جرعه‌ای بده ساقی، که سر نماند و کیفیتش به سر ماند. طبعا شراب از او قسم شرابی نیست که تو میخوری، که شرابی که بخوری و سرت نمانه و کیفیتش به سرت بمانه. این شراب همون شراب عشق الهی، خدا و رسولش عشق الهی است که عارفا میخورن او را و اثرش در او دنیا برشان در سرشان سرشان از دست میره ولی اثرش میمانه. خلاصه هرچی استاد رحیم بخش توضیحات میداد کودنی و نافهمی پروفسور پوپنک زیادتر میشد و سرانجام ابلهانه با استاد گفت استاد چرا استاد احمد نوید میگه اگر شراب دهد پیر میفروش مرا، در این بهار نبینی دگر به هوش مرا. حتما مقصدش اونمو شرابی است که من میخورم و انضباط عقلی خود از دست میتم و همه جا را مردار میکنم. استاد که بسیار قار شده بود یک پس گردنی محکم یا به تلفظ مردم ما و شما محکم یا محکم به گردنش زد و گفت او کلپوک پوپنکی، او کلپوک پوپنکی جاهل. استاد نوید شاگرد ملک الشعراء قاری عبدالله، مولانا یعقوب فراهی، شایق افندی، استاد بیتاب و داوی بوده و اینا همه مسلمان و مومن و پرهیزگار و اهل حل و اهل دل و اهل عرفان بودن. پس استاد نوید هم به نقش قدم‌های استادایش پای مانده و امکان نداره مثل تو و هم فکر و هم مسلک تو باشه و از شرابی حرف بزنه که تو میخوری و گرد و پیشت به تعفن و مرداری و بدبویی آغشته میکنی. هرچه استاد رحیم بخش خدا بیامرز توضیحات میداد و تشریح میکرد
به غولگری و نادانی و کلپوکی پروفسور پوپنک افزوده میشد و هی پافشاری میکرد که استاد آدرس همون پیر می فروش به ما بده، به ما بگو که از خانه ما چقدر دور است که من میرم و اونجا 3 ماه بسترم مندازم و هی می نوشم. استاد این بخش که جهالت و نادانی و لودگی و بیسوادی پروفسور پوپنک مشاهده کرد بسیار قار شد و همو آدرسی را که اهل عرفان و تصوف و اهل دل از شراب و میکده و پیر میفروش دارند نوشته کرد و به سوی پروفسور پوپنک پرتاب کرد و خودش دوباره به عالم ارواح رفت. پروفسور پوپنک که میدان خالی دید یک شپلاق کرد و همه اونایی را که عقلایشان طلسم و جادو کرده و سایکولوژیکلی با عقلهایشان بازی کرده و میکنه و همه گندها و مرداری هایش به عنوان کتاب برشان پیش میکنه و مجلس خود خواست و شروع کرد به لکچر دادن. شایسته ازی باشم که پیر می فروش در کوچه خرابات در میکده با ما شراب بده. ما دیگه از کوچه نمیبرایم، در اون کوچه زندگی میکنم. در تمامی بهار هی می نوشم و هیچ کس دیگه مرا به هوش نخوادید. در این بهار نبیند کسی به هوش مرا. و این آهنگ یعنی به حساب موسیقی و خواندن و صدام بسیار لذت بخشه، اما وقتی که اشعارش میفهمی یک کیفیت دیگه داره. خوب سعی گوش کنید. مرو از کوی خرابات اگر خدا طلبی. در ممالک ما خرابات یک جای بدنامه. در پیش عوام الناس ملاها، روحانیون، آدمای بلند مرتبه یا میخواین خود با پرستیژ و با آبرو نشان بدن، نه کت خراباتی نمی باشیم، در کوچه خرابات تیر آمتا نمیشیم. بزرگای ما، شاعرای بزرگ ما، متصوفین ما برعکس در کوچه های خرابات می رفتن که با آب زمزم گویا خود بشوین و بدنامی. قصدن می خواستن که بدنام شون، چون اونا با یه عقیده بودن که وقتی که شراب می نوشی سالوس، چال زدن، نیرنگ، درنگرویی از پیشت میره. یک آدم یک رنگرویی میشی. شراب که میخوری دیگه چالاکی از کلید میره. همی باده که میگیم اصلا باده هستن که در کلید باد میده. او همی عقلت کاهش میده، همی انضباط عقلت. ایره که کاهش داد آزاد میشی. گپایت میزنی، همون گپایت اونمو رقم کس میزنی، دروغ نمیگی. بنان اینا میگفتن اصلا در کوچه خرابات برو، اصلا باده بنوش. با باده تو رنگ و ریاره، دورنگی و ریاره میشوی، یک رنگ روی میشی. اینا در اونجا میرفتن مثل که یک تعداد دیگه او زمزم میخوره. بر ازیا یک پاکیزگی بوده اونجا. ظاهر بدنام، باطن پاک. این شعرا و متصوفین تو میگفت که در اون جای دیگه که مردم های با پرستیژ است و با حیثیت و با آبروهای ساختگی است، روحانیون و بلند رتبه و ظاهرا آدم های خوب هستن، باطنشان بسیار پست و کثیفه. اگر یا شراب بخورن کمی انضباط کلاسشان بره، اینا باز بگوین او وقت میفهمی که یا کی است. اما در کوچه خرابات مردم خودشان هستن، چال و نیرنگ وجود نداره، پاک باز هستن. ایره به خصوص حافظ ایره به تکرار در اشعارش یاد میکنه و همه تو مولانا و بیدل صاحب و تمام از این شعرهای بزرگ. خرابات یک جای با آبرو بر از اینا بود. از امی خاطر میگه خرابات اگر خدا طلبی. مرو از کوی خرابات اگر خدا طلبی. دیگران میگه برو مسجد و برو در اونو
کعبه نه او قطعه که سیاه که است کلاه قرقلی سیاه واره 1400 سال خدا را در زیرش پد کردن خیالت که راسید اوجه از بلندش کنی سلام بچه‌م خوب شد که آمدی ما 1400 سال است که در میزیر می قطعه نمیجه بند است منتظرتان شدیم خوب شد که آمدین یگچ کردین خدا قبول باز میبرمتان اوجه نیست میگه از این کوه از این کوچه خرابات جای دیگه نرو اگر خدا میطلبی بدو از کوی خرابات اگر خدا طلبی و ربی کعبه قسم خانه خدایی است. همه به بی سواد کودن پوچمغز بهبه و آفرین می گفتند و هیچ کسی آرای از ایره نداشت که بپرسد جناب اگر شرابخواری که عقل ضعیف و حتی نابود میکنه و انضباطش از بین میره باعث از این میشد که شخص شرابخوار دروغ نگویه و فریبکاری و ریا را کنار بگذاره و چال زدن و نیرنگ و سالوس و درویی از پیشش بره و یک آدم یک رنگ و روی شوه و چالاکی از کلش بره. تو که دائم الخمر هستی باید دروغ نمی گفتی و یا کم از کم از میلیون ها دروغی که گفتی و میگی یک چند تایش کم میکدی. فریبکاری و ریاکاری نمیکدی، دجالی و شیطنت نمیکدی، چال و نیرنگ نمیکدی، عقل و هوش مردم از سایکولوژیکلی با عقل و هوش مردم سایکولوژیکلی بازی نمیکدی. او بی سواد که با بی‌حیایی تمام به چشم مردم خاک پاش میتی. اگه حافظ و مولانا و بیدل که از خرابات حرف زدن و مقصدشان عرفان و خداشناسی است، نه جایی که تو در اونجا مردار خوری میکنی، از کعبه هم حرف زدن که تو با بی‌ادبی و رذالت تمام یا به تلفظ مردم ما رذالت تمام او را تحقیر میکنی و به قلبهای 2 میلیارد مسلمان یا 2 میلیارد انسان خنجر میزنی و حقیرانه از این سلاح شیطانی یا به تلفظ مردم ما سلاح شیطانی همیشه بر ضدشان استفاده میکنی. حافظ میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها اگر کند خاری مغیلان غم مخور. یعنی اگر شیطان دو پایی مثل پروفسور پوپنک تو را سرزنش کنه که چرا به زیارت کعبه میری، به گپش اهمیت نداده و به رفتن به سوی کعبه ادامه بده. او لوده بی سواد و کورزین رفتن به کعبه و حج کردن از خود شرایطی داره که اگر به جا آورده نشوه حج قبول نمیشه و ارزشی نمی داشته باشه. تو از روی حقد و کینه و بیدینی ای چیزا را میگی که خانه سیاه و مچم چطور و چنان. بیا از ناصر خسرو بلخی بشنو که او درباره زیارت واقعی کعبه و ادای حج چی میگه. اگرچه سواد تو به حدی نیست که معنی گفته های ای استاد بزرگ شعر فارسی را بدانی. او میگه حاجیان آمدند با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم. یافته حج و کرده عمره تمام، بازگشته به سوی خانه سلیم. مرمرا در میان قافله بود دوستی، مخلص و عزیز و کریم. گفتم او را بگو که چون رستی، زین سفر کردن برنج و ببیم. شاد گشتم بدان که حج کردی، چون تو کس نیستن در این اقلیم. بازگو تا چگونه داشتی، حرمت آن بزرگوار حریم. چون همی خواستی گرفت احرام، چی نیت کردی اندر آن تحریم. جمله بر خود حرام کرده بودی، هرچه مادون کردگار قدیم. گفت نه، گفتمش زدی لبیک، از سر علم و از سر تعظیم. میشنیدی ندای حق و جواب، باز دادی چنان که داد کلیم. گفت نه، گفتمش چو در عرفات، ایستادی و یافتی تقدیم. عارفی حق شدی و منکر خیش، به تو از معرفت رسید نسیم. گفت نه، گفتمش چو می کشتی، گوسفند از پی یسیر و یتیم. قرب خود دیدی اول و کردی، قتل و قربان نفس شوم و لئیم. گفت نه، گفتمش چو می رفتی، در حرم همچو اهل کهف و رقیم. ایمن از شر نفس خود بودی، و از غم فرقت و عذاب جهیم. گفت نه، گفتمش چو سنگ جمار، همی انداختی به دیو رجیم. از خود انداختی برون یک سر، همه عادات و فعلهای زمیم. گفت نه، گفتمش چو کردی سعی، از صفا سوی مروه بر تقسیم. دیدن در صفای خود کونین، شد دلت فارغ از جحیم و نعیم.
گفت از این باب هرچه گفتی تو من ندانستم صحیح و سقیم. گفتم ای دوست پس نکردی حج، نشدی در مقام مه و مقیم. رفته ای مکه دیده آمده باز، مهنتی بادیه خریده بسیم. گر تو خواهی که حج کنی پس از این چنین کن که کردمت تعلیم. ساده لو خان میگه در جمله کسایی که در مجلس پروفسور پوپنک بعد از رفتن استاد رحیم بخش آمده بودند، یکی هم شخص دانشمند و بیدلشناسی بود که آمده بود تا پروفسور پوپنک بیاب کنه و بیسوادی و جهالت و کودنیش به رخش بکشه. او بعد از اینکه عرض سرایی ها و یاوه‌گویی ها و چرند و پرند پروفسور پوپنک شنید، خطاب به او گفت بیدل در مورد اشخاص جاهل و نادانی که در عصرش زندگی میکردن و بیسواد بودن و با وجود از او خود صاحب علم و فهم و دانش میدانستند و بلند پروازی و خودنمایی و فضل فروشی میکردن مثل تو، میگفت یک نخود کله و 100 من دستار، یک نخود کله و 100 من دستار، این کم و بیش چه معنی دارد؟ و اگر ابوالمعانی بیدل امروزه زنده می بود و تو را می دید و این اراجیف و عرض سرایی های تمیشنید، یقینا خطاب به تو می گفت یک کدو کله و یک پشکل مغز، این کم و بیش چه معنی دارد؟ پشکل همون فضله بز و گوسفند است که در بعضی از مناطق افغانستان پشکل میگن. سادلو خان ادامه میته و میگه وقتی که پروفسور پوپنک از بیانیه های مزخرف و میانتوهی و خنده‌آورش فارغ شد و فریب خورده ها را رخصت کرد، به ما که به مکرها و فریب ها و بیسوادی ها و چهره حقیقیش پی برده بودم و ظاهرا چیزی نمی گفتم، گفت بیا بریم همو آدرسی را که استاد رحیم بخش از خرابات و پیر می فروش به ما داده پیدا کنیم تا که ما در اونجا هی بنوشم و تمام فصل بهار در اونجا تیر کنم. سادلو خان میگه من با دل ناخواسته همراه پروفسور پوپنک براه افتادم، اما خوش بودم که ببینم آخر کار ای دایم الخمر و بی ایمان و بی عقل چی میشه. امی که پروفسور پوپنک براه افتاد، شیطان از راه رسید، گفت بچیم کجا میری؟ پروفسور پوپنک گفت لالا شیطان، میرم که خرابات پیدا کنم و از دست پیر میفروش هی شراب بنوشم. شیطان آدرس اصلی خرابات گرفت و گم کوی را، بیا من آدرس درست برات نشان بتم. پروفسور پوپنک یک خنده ابلیسانه کرد و گفت لالا شیطان، تو فکر میکنی که من به خراباتی که عرفا و سالکا در اونجا میرن خود رفتم؟ من از تو کده شیطان تر هستم. من در همون جایی میرم که شراب زائل کننده عقل و هوش و خرد و فهم و دانش بنوشم و اگرچه دانشی ندارم باز هم میخوایم هی بنوشم که کاملا به ابوجهل زمان تبدیل شوم، چرا که ابوجهل اصلی رهبر ایدئال ما است. پروفسور پوپنک با شیطان رفت تا که در یک کوچه بسیار تاریک و وحشتناک و بدبو و چتل و مردار رسیدن و اونجا خانه ای را دیدن که به سر دروازهش نوشته شده بود که سر خر توی و خر آباد. پروفسور پوپنک با شیطان گفت شیطان لالا امیجاست. شیطان انگشتش به دندان گزید و گفت تو استاد ما هستی، تو به اون جاهای فساد رفتی و بلد هستی که من در خو هم نامشان نمیدانم، ندیدم، نشنیدم و بلد نیستم. سادلو خان میگه پروفسور پوپنک پیش و شیطان پشت سرش با او خانه مردار و چتل داخل شدن و من در بیرون منتظر ماندم که عاقبت پروفسور پوپنک و شیطان لالایش چی میشه. من با خود فکر کردم که اگر پروفسور پوپنک در این خانه فساد خانه به میگساری مشغول شوه و هی بنوشه و تمام فصل بهار اونجا تیر کنه، من دیگه نمیتونم زیاد منتظر بمانم. بعد از 2-3 ساعت میخیزم میرم. اما هنوز 1 ساعتم تیر نشده بود که پروفسور پوپنک با سر و وضع در هم و بر هم بیرون آمد، در حالی که دریشی بسیار قیمتی و زیبایش چتل کرده بود و او دان و بینیش روان شده و عربده میکشید و میغلطید و میخیست و گاهی به اختیار میدوید و سرش به دیوار میخورد و گاهی چند قدم میرفت و ترپس به زمین میخورد و زخمی میشد و به همین شکل من دلم به حالش سوخت
و در حالی که تمام جسمش چتل و مردار شده بود، با اکراه دستش گرفتم تا به خانهش برسانم. اما او در حالی که درست گشته نمیتونست و هیچ به هوش نبود، میگفت هی می نوشم. ما او را کشان طرف خانهش میبردم، البته پیاده، چون نمیتونست موتر خدا ببره. او گاهی می افتاد و گاهی می خیست و گاهی از دست من خلاص میکرد و میدوید. در این وقت بود که روح استاد رحیم بخش آمد و دلش به حال پروفسور پوپنک سوخت و شروع کرد به خواندن ای آهنگ. دانشمندی که در مجلس یاوه‌گویی پروفسور پوپنک حاضر شده بود و میخواست او را بیاب کنه، یعنی همو بیدلشناس، از همو رای میگذشت که پروفسور پوپنک کشان میبردم. او وقت شنید که استاد رحیم بخش بر از او آهنگ زیبای آستابرو را میخوانه، با استاد گفت حیف است که ای آهنگ به ای معتوه بیسواد میخوانی، با او ای قسم بگو: آستابرو پوپنک جان آستابرو کلکادان آستابرو شخص نادان آستابرو چتل تنبان آستابرو خصم ایمان آستابرو یار شیطان آستابرو. سادلو خان ادامه داده میگه: ما به صد تکلیف پروفسور پوپنک به خانهش رساندم. اونجا از سرکار خانم که زن با احتشام و محترم و شرافتمندی بود، با دیدن پروفسور پوپنک با او سر وضع چتل و نجس و مردار و آشفته یک دفعه سخت قار شد و غالمغال شروع کرد که تو چی بد کدی؟ باز همون مردار خوری تا کدی؟ ای دریشی را که ما به $1000 برات خریده بودم ای تو چتل کدی؟ پروفسور پوپنک طرف ما یک چشمک زد و باز گفت: او زن سرم غالمغال نکو، ای را ما نکدیم. ما در موتر خود می رفتم برای برنامه سازی که یک رفیقم در راه برابر شد و گفتم خوب شد دیدمت که بیا که دوستا در خانه ما جمع هستن، همونجا میشینیم و یک چای میخوریم و یک آهنگ زیبای استاد رحیم بخش میشنویم. ما رفتم و چای خوردیم. وقتی که برآمدم ناوقت شده بود، خواستم به خانه بیایم، در نیم راه موترم خراب شد و مجبور شدم بس بگیرم.
در بس یک آدم رزیل در پالوم ششته بود. خودم چی خورده بود که یک دفعه به قی کردن شروع کرد و کرتی مرا چتل کرد. سرکار خانم که حرفای او را باور نمیکرد، چرا که او از این قسم چتلکاری ها بسیار کرده بود. با قهر و خشم زیاد گفت بس است زیاد داستان تراشی و دروغ بافی نکو. برو تشناب کالایت تبدیل کو. حیفی دریشی مقبول که تو به مرداری تالوده کردی. پروفسور پوپنک گفت خانم رای نزن، من نام و آدرس و تلفن او آدم نوشته کرده گرفتیم. من از دست شکایت میکنم. او باید $10,000 جریمه بده بر ما. سرکار خانم گفت برو گم شو کالایت تبدیل کو. پروفسور پوپنک رفت و بعد از چند دقیقه باز قیق صدا کرد اوزن. سرکار خانم گفت ها باز چی گپ است؟ گفت اوزن این آدم بسیار آدم رزیل بوده، او باید 20,000 جریمه بده نه 10,000. سرکار خانم پرسید چرا؟ پروفسور پوپنک گفت او تنها بالای کرتیم خی نکده بلکه به پتلونم هم گو کده.